این است که چرا باید ما نماز بخونیم. اونا که نماز خوندن به کجا رسیدن؟ پدر مادر با بچه هاشان در این رابطه درگیرن. بلند شو برو نماز بخون، این میگه ولش کن الان خوابم میاد، خستم، حالا بعداً کنکور مهمتره، تست، درس. ولی سوال میکنه از پدر مادرش. بعضی هم شاید جرأتش نکنن این سوال کنن. من از قول شما این سوال رو کردم، به این سوال میخوام پاسخ بدیم. چرا ما باید نماز بخونیم؟ نماز تشکر از خداست. خدا اگه لب به ما نمیداد، کوچیک بودید نمیتونستید بمکید و بخورید، میباید با سرنگ تو حلقتان میریختن یا با شلنگ میریختن تو حلقتان. بعد بزرگ شدید با این لبا حرف میزنید. الان لب نداشت، نمیدونی چی میخواه بگی که این لب تنظیم میکنه حرفاره. قدیم میگفتم ب مثلا میخواه بگی میم مثلا، گوگا لبا میچسبه کم میچسبه، این تنظیم کننده است. این مثلا چیزی میزنن از این بگید آره این تنظیم کننده است. این لب این تنظیم کننده است. هیچ بوسه هم دیگه نبود. آدم پدرش رو ببوسد، مادرش رو ببوسد، چقدر دیگه نبود دیگه، همه چی. این لب چقدر خوبه. حالا من که میدونم برای چی میخندید شما. هنوز زوده حالا انشالله. خب خدا داده برای یه چیز خوب دیگه.